بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه ایثار، بخشش، جود و کرم است. همانطور که در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، ایشان نسبت به سایر ماه‌های دیگر در ماه مبارک رمضان سخاوتشان بیشتر میشد. پس چی خوب است که ما قلب نیازمندان، کسایی که سفرهشان چیزی نیست، ما سفره اونا رنگین بسازیم. چند غذا شما از غذای خود کم کنین و در این ماه خانواده ای را که مثل از خواهر ما ماهجبین است، شوهر اینا چند سالی است که نیست، تفلک های قد و نیم قد دارن و در یک شرایط سخت به سر میبرن. ما انشالله روند کمک های مواد که به شکل اضطراری گونه از در ماه مبارک رمضان ادامه میتیم و این کار مشکل است بدون سهمگیری شما. لینک ها مشاهده میکنین. انشالله ما در کمال امانتداری این خانواده را شناسایی نموده و کمک ها را بهشان میرسانیم. و سلام علیکم.